سلام دوستان، خیلی خوش اومدید دوباره. من برگشتم بعد یه غیبت کبرا به علت یه سری مشکلاتی که داشتم. حالا تو زندگی شخصی نتونستم این 2 هفته ویدیو بذارم، تقریبا 2 هفته 3 هفته دقیقا حسابش از دستم در رفته. ولی خب الان برگشتم با یه ویدیوی خیلی 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 خوب. یه اتفاقی افتاد که ما تونستیم رنک 2 رو بزنیم بعد مدت ها. من امسال تو FC25 اگه اشتباه نکنم فقط یه بار تونسته بودم قبل این ویکند رنک 2 رو بزنم، همش رنک 3 بود و با اتفاقات جالبی هم رو و جوایزش هم زدیم در انتهای ویدیو. یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد این بود که بعد اینکه من ویدیو رو گرفتم شبش رفتم فرندلی ها رو زدم و ابجکتیو 40 سیزن تموم شد اون تهیه و من پیک آیکون رو برداشتم و کسی که بهم داد ریکرنه بود، اسمیت تاندر بود و سلطان گولیت تاندر. متاسفانه نشد اینو تو ویدیو بگیریم، برای همین اینجا میگم بهتون و برید که ادامه ویدیو رو ببینید، ویکند ما رو ببینید. اینم لایک، کامنت، ساب یادت نره. زنگوله هم بزن که دفعه بعدی که ویدیو اومد سریع خبردار شی. خیلی مخلصم، مواظب خودتون باشید. مخلصیم. پارید تو دهنم بود، چیز دیگه نباشه. بابا این چه بجیه. خب چیزی باشه برای کات کردن، از اول کات نکنم. بوم. ای بابا. کلمه چه گلی زد حاجی گاییدن. بابا گو نخور 2 دقیقه. لف خورد چرا؟ باورم نمیشه. باختم نزد برام. یارو گل زد فکر کنم نتمتش قطع شد. استارت نزد همینجوری اومد بیرون. خوبه دیگه. آره باخت نزد. اصلا الان باید بگی. آره نه چه خوب. نه نخوردینی؟ یا ابوالفضل اینم گل اول خوردیم که. نه این خدایی داشت میرسه این بازی آخر واقعا. بازی آخر بوم. گرت مثل همیشه گذاشت درت. نه خدایی دوستشون دارم داداش، اینو جدی گفتم. ناموسن مشکلی با بچه ها ندارم. یه آدم اونجایی بگو گاتپوری بیره. گاتپوری اونجاه؟ که ناموسن که دهنت سرویس. من جغرافیات واقعا تو دیواره. آره دیگه رشتیه گاتپوری. آره دیگه گیلان داشت بانگش. دوکی مازندرانه. آره دوکی اون خطه نرفت تو. باول سر دستم کجا رشتم دستم. ولی نمیستم گاتپوری رشتیه، من اینو نمیدونستم. فکر کنم مازندرانیه اونم. بزن بابا. وای نزد. بزن جرز پسر. دماغم. ولی قیافه تلهون رو من ندیده بودم آجی قبل اینکه. فکر نمی کردم اینقدر بچه باشه. حاجی فکر کنم نمیدونم چند سالشه. بوم 80 فکر کنم. کمتر خدایی بهش میخوره. منطقتو اوه بد داره میشه.
اینا اتفاقای خوبی نیست. ما باید سنوده ما رو بزن سیمانس. ماشالله پسر. آره خیلی صدام بود. همین دیشب گوش دادم دیگه. نیستم یارو رو آجی اصلا نمیدونم چرا. دیوست من کردم داداش، اون آهنگو پلی کرده بودم اونجا داشتن کاری کردم اونجا خون مگه. ماشالله فیگو. بزن بابا بزن دیگه. ناراحت شدی. پوزیشن دیگه. خطا نی؟ خطاست. خطایه. خوب شوت کنم دیگه. یا ابوالفضل حاجی گل زدم برات در حد تیم ملی. ای ولدی ای ولدی ای ولدی ای ولدی. نمازه 10 تا وین بدون لوز. وقتی که دیگه وقتش شده که لوزا رو شروع کنی. وقتشه. همیشه رفته همینه. خدای اوبری خیلی به سر داشته. آره خدا وکیلی. پسر زیاد تولید مثل خوب. دفنس زیاده بود؟ نه وسطیه بود. حد وسط بود. وسط هول اولی خوردیم بابا. ماشالله بیل. ماشالله پسر. اینا که پای ریز. بزن جون مادرت. ماشالله تیری آنزی. کوخوری. بزن دیگه. چاره این بود. ماشالله پسر. ماشالله بزن. بزن صدا سگ بده. ای بابا. گوه نخور. پشما. پشما. فقط پشما. با هید بزن. بزن. تمومه. یه بحث تموم شده هستیم. خودش قبول نمیکنه. حالا تمام. تمام. از اون شکم سیری بود. برگر عقب آلبرت. اینجا چه گوی میخوری؟ ای
لفت داد. دمت گرم. دمت گرم. رنگ سش در اومد بالاخره بدون باخت. هفته قبلم همین جوری بود ولی خب رگباری بقیه‌شو باختیم. بزن بابا بابا بازی قبلم 200 تا خب بس خورد. 4 تا منو داره. خوب بلده آهنگاشو بذار. ای بابا تو خیالی این چه کس بود. سریع ناراحت میشه. از این خدایی قشنگ بود. این حاجی درمون گذاشت یارو تو 16 دقیقه. بابا دهنت سویچ کرد. با یه لفت خوشحالش کنم من میگم. نه حاجی من گو بخورم بگم بده. آها اینجوری حرف بزن جون بچت. بابا جون مادرت. ماشاءالله بیل ماشاءالله پسر. بابا چی ای بابا حرکت قوی زدم همین به داد همین که ماشاءالله جرز پسر. حاجی نبود چند وقت حاجی توش وای وای لعنت بهت. سگ توش. آره حاجی سنگین تره بابا خیلی انگار یه تیکه صخره است تکون میخوره. به چی؟ حاجی بزن 4 تا بزن. بزن 3. ای بابا سیکیم خیاری لفت. آفرین آفرین. یه وین میخوایم برای رنک 2 الان ولی مطمئنم نمیاریم. چی کارت کلن گیم پلیش خیلی خوبه این دلقک. ماشاءالله آنری ماشاءالله آنری ماشاءالله پسر. ای گله رو سویچ کن دیگه. جرزینیو جرزینیو مرگ بنی رنگ تو. بزن جون مادرت. ماشاءالله
حاجی رنگ 2 در اومد، باورم نمیشه بالاخره. آی بالاخره رنگ 2 در اومد. بین 1 و 2 واسه یکی رو بگو. 3 3 بعد نبود. حالا شما یکی رو بگو دوست عزیز. 1 یا 2؟ 2. یری بیلال. نه لیو ریدم نیست تو مارکت. پشمام جی نمیدونم، شاید گوش کردم خودم. آفرین آقا ساسان گلده، ولی اوکی اینم که خودمون زدیم. یری بیلال سری. زارت زورت اشغال. اشکان جان بگو از 1 تا 5 یه عددی بگو، میخوام خوب در بیاری. 5 نه نبود. نه 5 نه. 5 میخواستی نه نبود. بگو سیاوشی. 2 نه دیگه. نه اینم نه. شما یکی رو بگو دوباره. 3 هم نه. تو شدی چه آشغالایی داره میده. بین 1 و 4 هم یکی رو بگو دوباره تو. 4 کیکا نازدار. چه کس شعریه. نه اینم باید خب اولی هم که یه ریویلال کنیم و ای بابا سگ توش این آشغاله چیه. این چنده کیکا نازدار. خب فانتزی بعدی هم بگو 1 تا 5 اشکان. خوب بگو. 6 نداره بابا. 1 تا 5. 2 هم بازم نه. خودت یه دونه خودم میخوای ببینی چجوریه. خب حل. نگاه باید بو کنی یهو 4 رو ور میداری. بابا خب 1 3 5 جون بچت. بذار یه ریویلال کنم خیال خودتو راحت کنم. یه دونه مثلث میزنی. بابا وزن کمش خوبه. پکای گنده تریه. پکای خوبیه. 2 تا 10 تا 85. بذار اولین آشغالشو بزنیم. برو تو کوچه. میکن دیگه. شما هم رد کنی بابا دیگه. اینا نیم مش اشغال. 2 تا 88. یه 2 تا 88 بنداز بغلمون. خدا لعنتت کنه. بیا برو بابا. کیه؟ دقیقا 2 تا 88 داد بیناموس. وایس هنوز مونده. میتونه بده آشغالای دیگه. بابا سلام مثلا سیسش مشخصی نی. ای مشت آشغال یا اول فصل. با یه L2 خوشحالمون کن. خب این 2 تا میتونه خوب بده. 2 تاش هم تریده. چون مادرت یه چیزی بده. بابا بکش بیرون از تیم آف دی ویک دیگه. بابا اینا چه شعراییه. 10 تا 85 دیگه. دوباره این پینا رو داد.
این نمیخواد رنگی بشه، حداقل یه آشغال بده ویدیو جذاب شه. سوبر شده چی جوایز. آها این چیه؟ جیکی؟ نه فکر کنم این گلد سرشه اگه اشتباه نکنم. آره یا سومر داشت کار. بابا خداوندگار لعنتت کنه. اما این چیکار کنم؟ حل دوستان، یه لحظه زر نزن. حل دوستان، امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعد، خداحافظ شما.